درباره مادرجان عزیز و مهربانتون زیودی جان بسیار قصه ها کردگی هستید. عموما طرز زندگی ایشون در دهات، عموما وقتی که شهر آمدن، لحظه بیماریشون، لحظه فوتشون، قریب که همه مخلصان از این چیز خوب آگاهن. من وقتی که به شما کلین کردند و کلین آوردن به خاندانشون، مادر اون لحظه ها رو دیدن؟ نه اون لحظه ها رو ندیدن، ولی قبل از به سوال شما پاسخ گفتن باید به معلومات شانده های عزیز و هوادارانم برسونم که روزی 8 مارس در بینای سیرک ساعت 17 برنامه کنسرتی بنده دایر می شود. اگر لطف کنید تشریف فرمایید، سرمون به آسمان می رسد. این کنسرت تنها بخشیده می شود به مادرهای عزیز و نازنین، آنهایی که اکثر وقت پسی در می مانند. و میدونید برای چی من سیرک رو انتخاب کردم؟ چون اینجا زیاد هوادار می برد، زیاد جای نشست دارد، به همین خاطر اینجا رو انتخاب کردم و باردم که روزی 8 مارس کنار ما خواهند بود. بله البته دوستان عزیز دیده سیرک دولتی بینای دارد که بسیار سر و دم می شود و اینچنین آدمان زیاد رو می برد. مخلصان زیادی نسبت اون که زیاد هستند، در حقیقت هم در اونجا هم رقص کردن میتونن، هم معنی برداشت میتونن، هم لذت برده میتونن. سنه 8 مارس ایزانی دیده ما همه شما رو انتظار میمونیم ساعت 17 در بینای سیرک دولتی. قبلا در فیلارمونیا کنسرت برگزار کرده بودن، اونجا درود ریزه رو قریب شکسته بیجا مونده، گله و ندامت زیاد شد و بعدا در همان وقت بعد چند ماهش یک ماه نگذشته علاقه در سیرک شده بود، باز در کاخ سروش شد و من باز دوستان عزیز دیده حالا یک سال نشده در بینای سیرک دولتیمون زیودین نورزاد کنسرت خود رو برگزار می‌نمایند. البته همه شما رو انتظار می‌مونیم. سلامت باشید و اینجا می‌گذاریم با جواب شما را چگونه اویلادار کردن، چگونه انتخاب نمودید و چگونه زندگی برای شما آغاز کردید؟ خیلی عادی و مقرری. اصلا یک نفری که مادرش بر وقت از دنیا گذشته است و بجز از مادر دیگر غمخواری ندارد، نشد سرود رو بگیریم، سرود رو و گوشمانکار اجازه دست از گوشو هم بگیرم. بله و خیلی عادی و ساده و مقرری من خانه‌دار شدم، خیلی ساده. پیش از این دل داده بودم به یک نفر، ولی اون عشق باطل بود، عشق کودکی بود و بعداً ایامی در خانه رادیو فعالیت کردن گویا باز عاشق شدم، عشق جوانی و نورسی. بله و پدرها خوبتر میدونند، پدر و مادرها خوبتر و بهتر میدونند که فرزندشون باید با کی ازدواج کند، چگونه ازدواج کند. و به همین خاطر من با خواهش پدرم به یکی از خویشاوندان دورمان خانه‌دار شدم و حاصلش 4 فرزند است و زندگی آرام. و من شکوه ندارم از زندگی همجایه، از همزیستی یک جایه. اما خلاص سرود نمیخوندید؟ نه سرود نمیخوندم، آموزگاری میکردم. مثلا شما رو پرسیدن که فلان رو کلین کرده ایستادیم، شما درم خوب گفتید؟ بله. پیشکی میشناختید در اصلا؟ بله میدونستم، حتی در مکتب میانه با درس گفته بودم سال آخری تحصیلش. شاگردتون بوده؟ شاگرد بود، ولی من فکر نمیکردم که با خانه‌دار میشم، چون علاوه بر این خواهر هم سبقم بود، رفیقم بود و در خانه‌شون زیاد میرفتم میامدم، چون یک خشتباری دور هم داشتن با ما و هیچ فکر نمیکردم که با خانه‌دار میشم. چگونه در ذهنم خطور نمیکرد، نمیامد. میگفتم که من نمیتونم که خواهر جوره خودم رو بگیرم. دیگه همینطور شد. خواب دیده بودم. بله همین دخترک رو گرفتنتون رو؟ بله خیلی پیشتر از شروع این حادثه، یعنی که توی خودم خواب دیدم که هر دو همراه همسنفم با درس میرویم، شوخی بازی میکنیم. یکی اون ناپدید میشد و پس از چند لحظه پیداش میشد، دستش یک کودک دارد و جوری من میگوید که کودک رو گیر. میگم نه نمیگیرم، دستانم بند است، سمکه دارم. میگوید که این کودکی تو است و از خواهرم، این فرزندی تو هم است. و من با شدت با هیجان از خواب بیدار شدم. گفتم این چی فال است، این چی حرف است؟ خب قسمت است دیگر. بعدا زندگی آغاز شد. زندگی آغاز نشد، بعد خط و خبر توی آغاز شد. یعنی بس شنیدم که همان رو نیت دارند که به من خواستگاری کنن، همان دختر رو خواستگاری کردن و فاتحه شد
دعای فاتحه شد همین دخترها به زیادین دادم گفتن بعد توی چه خیل شد در همون خود اصلا شما چی رو دونستن میخوای بعد در داخل خانه چی گپ گذشت من نمیدونم توی شد تمام یک مرد ازدواج میکند با نه توی شما چی خیل رقص کردن چیکو کنم تو مرد درو مرد چیکو کردن البته میدونید من با اون خاطر میگم که شما یه دقیقه قصه پرور هستید مثلا کاستوم هاتون چه خیلی استاد خیلی اوویزون است چه خیلی استاد نمیدونم چه خیلی شما رو چه خیلی آیش دادن آن حالت من فهمیدم که شما داماد شدید شما چی میخواید من خوب شما رو فهمیدم شوخی میکنم وقت توی اصلا توی های دهات چگونه میگذرد خیلی مقرری این توی آلوده حزنی که بود نمیخوام به خاطرم بیارم چون همیشه چهره مادرم تا انتهای توی در خاطرم بود من همراه همسنفانم می نشستم از یک جانب عروس شونده از جانب دیگر همراه همسبقانش می نشست و آوازخوان می خوان یک حالتی خیلی عجیب حالتی شیرین هم بود این رو شما زن نگریستید؟ نه حالا پس نمیفهمید میخواید که بفهمید بسیار زودتر خانه‌دار بشه بعد آهنگاه میفهمید توی چی خیل گذشت کاستیمتون چی خیل بود در داخل خانه چی گپ گذشت در بیرون چی واقعه رخ داد بعد میتونید که با فرجه نقل کنید خب دیگر در همون وقت دلتون بیشتر و بیشتر خیال مادر داشته میشه بله احساسی تنهایی میکردم گشتن اینقدر هزاران نفر صدها نفر بودن خب شاید زیاده از 100 نفر 200 نفر بودن ولی من احساسی تنهایی داشتم چون به مادری این به بال و پریه است این بی صاحبی است بی متکایی است خاصه در روز توی مادر همه رو مادر سرانجام میکند همه رو مادر سرشته میکند در خانه مادر دعای نیکت میدهد اگرچه پدرم خیلی یک پدری خوب و وفادار و مهربان بودن ولی جای مادر همیشه خالی بود خب بعد از زندگی آغاز کردیم رنج کشیدیم آزار دیدیم اذیت دیدیم در اجاره خانه ها نشستیم من دنبال کار خیلی این طرف آن طرف گشتم در مکتب رقمی 35 شامانسور به حیث آموزگار اونجا چندین سال فعالیت داشتم بعد رفتم در بازار سخاوت به حیث یک تاجر با برادرم کمک میرسوندم یاردمچی تاجر نه معذرت میخوام یک یاردمچی برهش رو میکشوندم بعدن آمدم به شرق آزاد با روزنامه ها هم کاری کردم پس از آن وقتی که شنیدم که رادیوی صدای دوشنبه رادیو مستقیم به فعالیت آغاز کرده است رفتم به خانه رادیو و اکنون حدودی 25 سال میشه شد من اونجا هستم 25 سال بله اگر سال 1999 حساب کنیم 24 میشه 25 سال همینطور نه 25 سال شد من در خانه رادیو هستم مثل شما آنجا رو دوست می‌دارم بله آنجا رو دوست می‌دارم اگر زیخ شوم آنجا میروم همکارانم را دوست می‌دارم حرمتشان میکنم با هم می‌نشینیم سر یک پیاله چای ما اونجا زندگی شاهانه نداریم برای خش فرضاً کباب و شراب و چیمچی دیگر مهیا نمیکنیم فرضاً حالت میشود که بچه‌ها میروند از بازار 3-4 بادرینگ میگیرن نیم کیلو پمیدار میگیرن کبودی میگیرن و یک پیاله چکه میگیرن 2 تا نان میگیرن ما رو میارن شکراب میکنن یا خروتاب میکنن منم به ذوق و سلیقه خودشون دخترها آماده میکنن میدونید خیلی شیرین است خیلی با لذت است بالاتر از 100 طرف خانه که لذتش ناتکرار است لحظه های کاری است لحظه های خاطرمان است لحظه هایی که باید برای هر یک کس عزیز باشد خب حرفمون سری خانه داری بود چند سال است که اکنون زندگی دارید چند سال شد عمومی سال 1999 خانه دار شدم ماه نوامبر هوا خیلی سرد بود همون شب و روز بچه همسایه‌مون هم خانه‌دار میشد همسنفم هم عبدالحلیم که بعدتر هم سبق دانشگاهی هم بود خانه‌دار میشد میدونید چی حالت رخ داد یادم آمد هوا همون روز وقتی که توی آنها دایر میشد تویشان دایر میشد آفتابی بود اونقدر آفتاب بود آفتاب رخشان ماه نوامبر علاقه هوا سرد میشه در دهات ها و من گفتم که روزی توی من هم میشود آفتابی میشد ولی صبح برخواستم هوا تیره تمام برف بود باران روح و روانم به هم ریخت گفتم درست میگفتند که صغیره رو از بالای شتر سگ میکزد یا که یتیم رو اون وقت یاش بودم بچه نارس بودم خیلی
دلم تضییق خورد، زیق شدم. خب اهمیت ندادم، اعتبار ندادم. ولی پس از ساعت 1 وقتی که ما بر سر عروس می رفتیم، یک باره هوا آنقدر روشن شد، آفتاب برآمد که من در حیاتم ندیده بودم، که حتی من مجبور شدم که از داخل یک جمپری با فوتبالکه مانند غصب پوشیده بودم، بر اثر سردی او را بکشم و جامم را از تن بدر کنم. تا صبح دیگر آفتاب بود. گریه کرده؟ نمیدونم، بس خواهم زیادی گریه کنم یا خندم. بسیار عجیب نقل میکنید، بسیار یک خیلی خوب و نزاکت و من نمیفهمم. مهربان شما بسیار میخوام خیلی گوش کرده ایستم. نمیدونم دیگران رو ما شما اولین و آخرین نفر نیستید، ولیکن من همین چیز رو جدی نگرفتم. بیاد با شما همین مادرانمون هم میگن که همین زیادی نقل میکنن، میگن سحر میکنن، جادو میکنن. میگم نمیدونم، بسیاری از انسان ها، از هواداران هم میگویند که هیپنوز میکنن. میگن نه همه خیلی است. نه راست میگه. شنیدم که میگویند که حرفات برای ما پسند است، طرز سخنرانیت، لیکن شاید من جدی نمیگیرم. اصلا در نظر من این گونه نمی نماید. شما هم خیلی زیبا حرف میزنید، خیلی دلپذیر حرف میزنید، با شور، با شام. شما تماما دیگر است. فقط یک تفاوت هست میانی من و شما که من واه نمیگویم و من نمیتوانم. این خاصی من نیست، من شرم دارم. من چگونه میتوانم بگم که مهربان، آوازخوانی ناتکرار، راوی زیبا. بعد من از جانب مقابل به خودم می‌نگرم، شرم می‌دارم. این خاصی من نیست. زیادین دائما با تمکین، با آداب و چی بگم عادی خاکسار در صحنه. عادی. یکم بار کوششی فربه شدن کردید؟ من فربه شدنم در کارم خیلی فکر در شما بود. خب همین شما یکم خبر رسوندم من همین لحظه. میخندونه دو زیادی نخندونه. نه من جدی حرف. نه آدم میگه که احد زیاد خرابی مثل ممکن همسرتون به شما گفت یا خواهرتون به شما گفت. نه همسرم از من شکایت ندارد و اگر به شما خلل نرسانیده باشم، از این سوال به موقع است. من یک کرسی دارید که شما هم به هم کرسی گنجیدید، من هم به هم کرسی گنجیدم. نه آقا میگه که من 65 کیلو رو زده گشته است، محفل ها رو زده گشته است، مهمانی هزاران مادران. من این قدر مثل فربه‌شوی در خوردن وابستگی داره. زده گشته است نبو گذرانده ایستاده است یا که میگذرانده از زبانی خلق ایستادند، از زبانی خلق نوت شما از زبان خودتون گه نه همه میگویند مثل میگن که همه بچه چرا فربه نمیشود گفته که از من از زبانی مخلصان گفته. درست. بیت یک لحظه همین نوار رو برمیگردونیم، چرخه نوار رو، صحبت رو با قفا. چند لحظه پیشتر شما حالا که این نوار بردار که شاهد نبود و همه جا خاموشی بود، شما گفتید که زیادین چه خیلی که بودی همون خیلی استودی. بله همه خیلی تفاوت نیست. همون نه صحنه برآمده بوده تو در بر ملک دیدم. شما میخواید که من تغییری بام، فربه شوم، شکم آویزان شود، رخسارهایم دم کند؟ نه. و کوشی فربه شوی نکردم. مهربان میخوام که 4-5 کیلو وزن اضافه بگیرم، نمیشود. چیکار کنم؟ خب 65 کیلو هم کم نیست. نور حالت استانداردی. نه خودتون کوشش نکردید؟ مثلا بعضیا میگن که دارو خورم، من خیلی داروهای خورم. شما کوشش کردید یکم بار؟ نه. برای چی؟ شما اونقدر فربه به نظر نمیرسید، فقط که قدتان دراز است. بله همیشه. اگر همسانی من باشید مثل که سوزن خوردگی همین گونه می نماید. اگر قدتان کمتر کوتاه باشد خیلی شما خراب به نظر می رسید، از من هم بدتر. باور کنید. نه جدی میگم مهربان. اینش زهردار شد این کفتان. شما یک ساعت شد، شما یک ساعت شد با من زهر خورده ایستاده. میدونید من از کدام سوال قیما بستم وقتی که میگن که چرا فربه نمیشوی، چرا خراب هستی، من زیق میشم. شما با جای شما دانا باید به همه سوال جواب داده توانید. خب
گفتم که مهربان جان میخواستم که نمیستم من دانستن میخوام که ممکن زمانه یگان دارو خورده یگان خیلی فربه شوام گفتید ممکن یگان کس تنقید کرد گفت که تو صنعت کن باید کمتر ویس گیری گفت ممکن هم خیلی گپا بود ممکن یگان کس گفت شما برای به همین کارها مثال یگان کار کرده نه کوشش نکردم چیکار باید میکردم مثلا داروهای کیمیاوی هست خیتایی که پیشتر بچه‌ها میخوردن که من استفاده نکردم راست گفت استفاده نکردم یگان بار استفاده نکردم چیزی که خداوند داده است من بر رغم اون کار نمیکنم و خوب گفتید که همسرتان چی میگوید همسرم از من رضا که است باقی کی چی میگوید هیچ اهمیت ندارد برای من چون اون مال من است من مال او هستم او برای من لازم است من برای او لازم هستم و با چگونه که هستم مرا هم میگن قبول کردن بالاتر برویم شوخی به شوخی گفتم شاید 2 میلیون نفر مادر خان دارم خب 2 میلیون نفر مادر ما رو میشنوند همه اینها مرا دوست میدارن نابست از آن که من خراب هستم ابگار هستم رخسارهایم زرد است چی میخورم چی میپوشم چگونه رفتار میکنم همینطور بی بهانه مهربان صادقانه دوست میدارن در برابر اون که مثال من خاکسار هستم هست تا که بسیار آزاده پری هسته مثلا هر چیز رو تابتون نمیبردارد در هر کوچه نشستن نمیتواند هم خیلی یا نادرست بابا جان این کس چی میگه آزاده پری چی است شنونده‌های عزیز رادیو آزیا پلوس این روز بار دیگر من یک کلمه رو برای کشف کردم آزاده پری بالا حرفمون درباره پری ها بود فکر میکنم پری ها اگه با مهربان یار شدن نه هر چیز رو دلتون نمیشد هر چیز رو تابتون نمیخواهد نه بدونید در خانه گاه همسرم از پیاله‌ای که فرزند دیگرم اگر نوشیده شد ننوشد نمینوشید حالا مینوشد من مینوشم من لقمه‌ای که نان پاره نانی که فرزندم گزیده است کنار گذاشته است من میخورم بیگون دلگرانی بی نگرانی از پیاله که شما چای نوشیدید یا یک نفری بیمار چای نوشیده است البته خود با در نظر داشته اون که چگونه بیمار است اگر بیماری سیل باشه سرایت کننده باشه حتما کمی پرهیز میکنی یعنی درست است خداوند عقل داده است باید از عقل کار بگیری ولی اگر همینطور یک بیماری مقرری دارد من به خاطر نوزردنش همراهش می چای میخورم تناول میکنم اکنون آزاده پری یعنی که آزاده پروری گفتنی شاید میخواستم همین گونه قریب نه آزاده پری معنیش نمیشه که گویا که شما یک برای خودتون یک پری های دارید که نه هر چیز رو قبول میکنید زیاویدین رو خندوندم چقدر خنده نازیبا میدونید من میدونم که شما این رو در یوتیوب کانالتون میگذارید همین خنده ما را ایراد میگیرن و حتما خنده بیشت چقدر خنده خنک این خنده ناگهانی بود خنده زیبا بود درخت عصبی میدیل بود آخران سوال بعد که تمام نه بعدا درخواست ها هست درخواست شنونده ها رو میخونم سوال خودم یعنی که بعد که مادرتون وفات کردن پدرتون باز چندین مرتبه اویله‌دار شدن چندین مرتبه نه چند بار 2-3 بار اویله‌دار نشدن شما از کجا میدونید در مصاحبه هایتون خودتون گفتید خب من با قبل همه مصاحبه های شما رو تماشا کردم کوشش کردم که من حاضر اگه پای برده باشید سوال هایی که عموما جواب نگفته بودید من فهمیدم الان تقدیم کردید مثل اویل داشتن بعداً اون مادران همشون برآمده رفتن وقتی که پدرتون وفات کردن همین پدرم ازدواج کرد زندگی میکند همسر آخرانشون در خانه پدری هم است عمومی همین پدر شما چند فرزند دارن پدرم 10 فرزند اصلا ما 11 نفر بودیم یکی دوگانیک فاطمه و زهرا فاطمه از دنیا در میگذرد میمونیم 10 نفر 4 دختر 6 پسر بعدم فرزندهای عمم رو یعنی پدرم فرزندهای خواهر خودش رو پس از مرگ خواهرش چون به نظارت بی‌ساری میمونن و یزنهش یعنی پاچهش که کنج زندان میافتد عمه شهادت و اپای فاطمه اونها رو نیز به فرزندخانه میگیرد باز شدیم 12 نفر وقتی که با یک نفر از درای رامت دهه سیمیگنج
با یک خانم ازدواج کرد. اون خانم هم 2 فرزند دیگر داشت. شدیم 14 نفر. پس از اون که زندگیشون سر و سامان نیافت، اون زن از خانه ما رفت. یعنی که با راضیگی طرفین از هم جدا شدن، به یگان خفگی، به عذر و معنی، به آزار و گیله. وقتی که از پدرم پرسیدم که اینقدر زنی زیبا بود چرا رفت، گفت که من یگان چیزی مادرت رو در اون ندیدم و چی را در نظر داشته. حالا فکر میکنم چالاکی، مهمان قبول کردن، گسیل کردن. وگرنه یک زنی با نزاکت بود، حسن دلشکار داشت. و از او 2 فرزند دیگر 14. پس از اون ازدواج کرد. اون نفر همراه خیش یک دخترچه داشت و بعدن از پدرم یک دختر دیگر به دنیا آورد. میشد 16. 16. یعنی که 16 نفر رو پدرم بزرگ کرد، به وای رساند. منظورم این است. ولی فرزندهای اساسی خودش اگر خواهرشم که از دنیا گذشت ما بین و بعد نگیریم، ما 11 نفر هستیم. 11 نفر فرزند پدر. بله. با هم دیگر رفت اومد همان است. بله. مناسبتو. بله، شکری بدانش. زنده باشید. اویلای زیبا دارید، خاندانی آباد دارید، هنرمند عزیز هستید و محبت شما رو خداوند در دل مخلصانتان جای کرده است. در بین خلق هستید. همین بیشتر میگفتن که نون بینش گاز بچم، بینش خور، بین مردم شب میگفتن. بین مردم هستید، از دل دیده ها هستید. همه خاندان که میروید شما رو همچون فرزند خودش قبول میکند و دوست میدارد و مهمانداری میکند و اینقدر از فرودهای واقعا همین طور است. من فخر میکنم. من بسیار حسد هم میبرم. ها گفتید که غیری هم میگم زیاویدین قدر خودشون چیزهای بزرگ میگذاشتن. الکی در مورد شما همان میدونم شما حسد نمیخورید، شاید هوس میخورید. هوس میخورید. حسد چیز خیلی بد است و من از هواداران ممکن دیگران حسد خورن. نه فکر نکنم. چون فکر نمیکنم، چون همه برای خود کسی هست. یعنی میگویند که من همه دل در مسیر وقت خیش، پیر رومم، شمس تبریزم کجاست. من میدونید به همه چیز آماده هستم در زندگی. من میدونم که یک روز باید من صحنه رو ترک کنم. ترک کردن هم نمیخوام، ولی نفرهای پیدا میشن که جایگزینی من میشن. وقتی که یک بار در اتاق کاری استادم جانبی که اسراریان که من مدیونشون هستم، خیلی انسان بزرگ هستن، استاد سلام علیکم، و در کابینتشون بودن، در اتاقشون گفتند که غره نشو، تو میدونی که همه چیزها گذرانده است. امروز خوب ما شاهد بودیم، گفتن که پیش پای تو گوسپند کشتن. یک روز دیگر شاهد بودیم که برای تو یک بقچه نوبس رو پیش پای تو کشتن. خود استاد شاهدی همین حالت بودن. لیکن میدونی که این روزها گذرانده است. همیشه در حالت آماده باش، قرار بگیر که پسی هر یک بهار یک خزان است. من همین چیز را برای خودم شعار قبول کردگی هستم. میدونید من میدونم که هر کس در دور زمان خیش محبت دارد، معروفیت دارد، صمیمیت دارد و فقط از اون شکر میکنم که شروع از سال 2007 تا 2024 یگان بار، خود شما هم شاهد بودید در این طرفشان و جاهای دیگر، تالارهای من خالی نبود. شاید اینم از همون چیزی که از بالا داده شده است، نظر خداوندی است، نمیدونم. شاید از بازم از کوشش و زحمت‌های خود من و از هواداری مردم است و من از همه نفرهایی که مرا هواداری میکنن، جانبداری میکنن، عرض سپاس میکنم، برایشون صحتی کامل تمنا میکنم و امیدوار هستم که روزی 8 مارت کنار ما خواهند بود. یعنی هدیه کن تنهایی خود را به تنهایی من، ای شکفته در زمینی به تمنایی من. یعنی بیاین روزی مادرها است، مادرها خوشحال باشند، خرسند باشند و غم دل برارن. بله دوستان عزیز، سنه 8 مارت رسول ساعت 17 در بینوی цирки давлатӣ дар пойтахти кишварамон Зиёвиддини Нурзод, ҳунарманди азидили дидаи мо, шоу концерти навбатии худро баргузор менамоянд. биёед иди баҳору модарро якҷоя бо рақсу шодиҳо
با همه مهر و محبت ها استقبال میگیریم و اونجا ما هم خواهیم شد و یک جا رقص میکنیم، شادی میکنیم، خرسندی میکنیم و باور دارم که بهترین ترانه ها اونجا صدا میدهد و هر یکی ما بهار خوش استقبال میگیریم با ترانه های زیبای ضیاءالدین نورزاد. فکر کنید فرشته مرگ آمد، تنها نفری وفات کرده است، او رو میبیند و با او صحبت میکند. مثال اگر جان شما رو میگیرم گاید اما وقت شما ارمان دارید دیگر، مثل کتاب نوشته ایجاد کرده از مخلصان هستید، فرزندا و کودکا قریب که همه زندگی خودشون رو یافته ایستادن، برای مرگ آماده هستید؟ مرگ ناگزیر است، ولی هر این بیاد از این سوال صرف نظر کنیم میشود. مالش خب سوال های شنوندگان رو من برای شما پیشنهاد می‌سازم. کتو سوال می‌دید، کتو جواب میدید. خب ضیاءالدین از صنف 1 تا صنف 11 در کجا خونده است؟ در کدام مکتب؟ در مکتب تحصیلات همگانی رقمی 8 یه تامین. بعد از آن دانشگاه در کجا تحصیل کرده است؟ اول میخواستم در دانشگاه ملی بخونم، ولی بر اثر یک حادثه که قبلا بارها گفته بودم پدرم مرا به دانشگاه آموزگاری آوردن و در شعبه فیلولوژی دانشگاه آموزگاری جمهوری تاجیکستان تحصیل کردم. از روی بعض گفته‌های دوستان شما معلوم است که شما انگلیسی رو اون وقت عموما نمیدونستید برای دانشگاه داخل شده، ولی امتحان از زبان انگلیسی بود. اونجا شما چه خیلی گپ زدید؟ beautiful very good، خیلی زیبا. اصلا که بلد نبودم، تنها لحن خواندن خودم رو با انگلیسا مطابقت کردم. یک متن برای من پیشنهاد کردن، در اونجا حرفای سپرینگ بود، سپرینگ یعنی بهار، بیوتیفول یعنی زیبا، بعد آف تاجیکستان دوشنبه. معلوم است که عادی‌ترین انسان میفهمد که حرف درباره چی است، یعنی طبیعت زیبای تاجیکستان است. و من از همون یک صحیفه 2 صحیفه ترجمه ساختم. تاجیکستان دیاری زیبای من، مکانی بهشت آسا، چشمه های زیبا دارد، بهاری گل بر سر و گل بر دامان دارد. بعد نوبتی خواندن شد، معلمه که روز بود اونا قبول کرد، خیلی گفت سپاسیبا، گفت ملتی است، گفتم از تکریبیت. بعد گفت خیلی بخون، بعد خوندم ریپابلیک آف تاجیکستان. خیلی دیگه سپرینگ بیوتیفول یادم نمونده است. همین با لحنی که انگلیسی اصلا حرف میزنن بردروغ خوندم. او هم شاید نمیدونست واقعا مهربان، کی میدونه؟ شاید یک شخصی تصادفی بود، شاید گناهش رو نمیشوریم، شاید نمیدونست. اگر میدونست بهای 2 میمون، میگه چی طرز خواندن است. شاید ایشون هم نمیدونست ولی خوب قبول کرد، که خیلی زیبا خوندی، خیلی گوارا خوندی. خوب بهای علاق گذاشت. کایف کرد. بله. خب شما تلفظ کنید سپرینگ. زیباتر تلفظ. سپرینگ. مثل سپرینتر گفته ایستاده شما. سپرینگ. از این نمیشه ضیاءالدین. خوراک دوست داشته ضیاءالدین؟ همه چی رو دوست می‌دارم، ولی علاقه‌مندیم بیشتر به توشبره است. با توشبره که ممتونه توشبره میدونید؟ بله پلمن. در بعضی جاها پلمن نه توشبره آخر. نه بسیاری توشبره رو نمیدونم، من به همین خاطر زبان ناب تاجیکی را جزیر کرده. بسیاری توشبره رو نمیدونن، پلمن میگه بعد میگه. در بعضی از منطقه‌ها برک میگوین و اون رو داخل آب میاندازن میجوشونن. گوشت دارد. بله گوشت داره. کمتر پیازک باز شورکچه زینه باشد. خب از سوزندارو میترسید؟ سوزندارو پیش میترسیدم، حالا نه عادت کردم. اگر 1 میلیون سومونی میداشتید، یکمین کاری که میکردید عینی حال؟ فکر نکردم روسیه، چون میدونم که این غیر امکان است و در فکر پول هم نیستم. نیستم. برای شما غیر امکان باشد. میبخشید من رئیس بانک برای شما چقدر برای من غیر امکان نبوده است. غیر امکان است برای من. واقعا فکر نکردم درباره پول که وقتی پول میابم چیکار میکنم. اگر پول یابم 1 میلیون سومان، میدونید چیکار میکنم؟ با اهل خانواده‌ام با تماشای یگان کشوری دور میروم. همین است آرزوی من. همه یک جوره
بهترین زور در حقیقت. خب زلخمار شونده از مهربونمون، السلام علیکم، از بخارا سلام به زیاویدین جان. سرودهای ازبکی نیست خوانده است، میدوند ازبکی گفتن؟ قرمزی olma şirin bularken yarım ay barkan tolen bularken tuygaça sevgi bu arzu havas hakiki sevgi kiyin bularken yabla kalubi krasnaliye svetluni yarche panlaluniye dasvat bilyubov грёзи мишти сладкая любовь будет впереди тоҷгиш себи дасти ту моҳи нимаша ишқи ту ба дил номи ту ба лаб ҳамин саломат бошед. русиро барои хондам ки нафаре бо суол агар гузошта бошад кори шумо осон шавад. саломат бошед, ташаккури зиёд. خب اینجا شنونده دیگرمون سفرجان نوشتن السلام علیکم، یک تا چهار مصرگی درباره پدر خوانید گفتن. خب برام یک اکنون سرود زمزمه میکنیم. امشب دلم برای پدر گریه میکند، باران برای بام پدر گریه میکند، نام تو را به حبر تیره‌زن نوشتم، نام تو را به حبر تیره‌زن نوشتم، هر حرف در برابر من گریه میکند، هر حرف در برابر من گریه میکند. امشب دلم برای پدر گریه میکند. معذرت میخوام صدام کمتر خستم است؟ نه خسته نیست، بسیار شیرین. پدر و مادرتون رو یاد کنید برای زیارتشون به قبرشون رفتم است؟ بله. حرفای ناگفته خیلی زیاد دارم که میخوام بگم. ساعت ها کم است، باز اومدیم برای صحبت کردن. باور کنید شنونده‌های عزیز. خب دیگر شنونده از مهربانمان شهنازم بیا گلنازم بیا رو درخواست کردن. مرحمت. من یک ترانه ندارم، میخواستم پیشتر برای شما بگذارم ولی فراموش کردم. وقتی محفل عروسی دخترم خوانده بودم. خب آرام جانم شهناز، مهربانم شهناز، امشب تو را میبرن به تو چی سازم شهناز. مهربانم شهناز، آرام جانم شهناز، امشب تو را میبرن به تو چی سازم شهناز. بعد خوب عروسیت مبارک دختری من، دعای یک پدر به فرزندش. این سرود رو در محفل خوندیدم؟ بله در محفل خوندم، در یوتیوب کانالم هست. اکای زویدین السلام علیکم، اینجا شمانده از مهربانمان رحمت الله نوشتند. اکای زویدین یکمین سرودی رو که در رادیوی صدای دوشنبه خوانده بودید باری دیگر میخوانده باشم گفتن. خب همین سرود رو. این سرود رو خیلی شد من تکرار نکردم ولی میتونم یا نه؟ آهنگش چگونه هست؟ با صدای یار یار رفتی زی من ای نگار، از تو وفا ندیدم ای دلبر دل آزار، رفتی روان من رفت عمر جوان من رفت، رفتی روان من رفت عمر جوان من رفت، این عشق دل گدازته ای آستان من رفت، این عشق دل گدازته ای آستان من رفت. توانستم چندین سال پیش بود، سال 2005 بود. چقدر سال از میان گذشت. از خاطر فراموش نکردم. مبینید دیگر شمانده از مهربانمان شاهزاده دوران گفته بودند که ضیاءالدین نورزاد با من حق استادی دارند. خود استاد ضیاءالدین نورزاد که هستند گفتند در جاده صنعت. من به استادم میگن هر کی به استاد کرد آغازی کاری باری او ندارد، اعتبار دامن استاد گیر شد شو مدت خدمت کنه استاد شو. ولی چرا شما استاد ندارد؟ یکی ببینید شاید معلم موسیقی داشت. نه کار من اعتبار پیدا کرد، نه کسی نبود. خدا ایدئالیش مو کی بود یا کی یک نفر بود که میسو گوش کرده برای خود داد. من یک نفر رو دوست نمی‌داشتم، یک نفر برای من ایدئال نبود و خاصه در صنعت من فکر نمی‌کنم که یک نفر باید برای نفر دیگر
تمام ترانه‌اش مقبول باشد. من تمام آوازخوان‌ها را گوش میکردم تا ترسون مراد عطابویف که شد یک شخصیت خیلی مشهور است، قسمتی زیاده از مردم نمیدونن. ایا ای دلبری مهپاره من میخوام، ایا ای دلبری مهپاره من، چی کردی با دلی بیچاره من میگفت اونقدر من راحت میکردم، اونقدر زیبا میخواد. شما هم نمیشناسید بفکرم. ناله‌های عجایب، ناله‌های بسیار شیرین و یک ترانه زیباشون هست به معلومات شما رسانم. پیشی نظر چوارم سیمای موی سفیدام. بعد یک نفر دیگر حسین نصرالدینوف دوست می داشتم. یعنی اینها رو چگونه دوست می داشتم؟ هر یک از اینها رو یک ترانه داشتن به دل من نزدیک، به دل من مقبول، که من همیشه زمزمه میکردم. مثلا از گوگو خانم گوگو، شاید ملکه سعید، بعدن صدرالدین نجم‌الدین کرامت الله قربان و تاج‌الدین محی‌الدین مقدس نبی و از همه اونها یک تای سرود کم برای خودتون میگفتید. سرود دوست داشتم بود و ترانه نخستینی که خواندم در پیروی به صدرالدین نجم‌الدین بود، دردا که دنیا بی وفاست، آلوده می جبر و جفاست. تمام. بعدن وقتی که دومین سرودم نه اشتباه کردم، معذرت میخوام. اولین سرودم صدای یار یاران داشت با سبک اسلوبی خودم. بعدن در پیروی صدرالدین یک ترانه خوندم، با همین اکتفا کردم، چون دیدم که الکی من یک سرود با سبک خودم خواندم، پس میتونم که همین رویه خود را داشته باشم. لیکن صدرالدین هم زیاد گوش میکردم صدرالدین را. القصه همون ترانه هایی که قبلا خیلی پیشتر خونده بود و دلم نزدیک بود، خیلی دوست می داشتم اون ترانه های زمان جوانیش رو. در حقیقت تاثیر گذاشته است اینه که برای سنت شما. اینجا دیگر بار نوشتند که تشکر زیاد برای اجرای سرود مرا به دوره‌های جوانی هم برده دکه جان آباد باشد. نوشتند بهترین سلامت باشد. دیگر شما از مهربانمان سرود زندگی رو سرایان گفتند. کدام زندگی؟ زندگی که اولین زندگی بود. ای مرگ مردان زندگی، همین رو در بله. ای مرگ مردان زندگی، ای نامسلمان زندگی، گهابونانم میدهی مشتی فراوان زندگی من گیله دارم از تو و این درد و غم ها، دست و پا آبیله دارم میکشد من را علم ها. سلامت باشید. قدر صدایتون درد دارد. نه، من این درد رو حاضر احساس نکرده ایستادم، چون میدونم که صدام اونقدر خوب نبرآمده ایستاده است. من از این زیباتر میتوانم بخونم، ولی همون در نظر نه همون کیفیت رو، نه اینجا گپ سری خاکسار بودن نیست، همون کیفیتی که وقتی خواندن میگیرم نگرفته ایستادم. در گوشتون کنید. خب دیگه یک نفر تلگرام با نام حاجانا نوشتن، نمیدونم نامشون چی است. اینجا نوشتن که السلام علیکم زیاویدین جان، بچه عزیزم سلامت باشی، در صدایت مرم. نوشتن چندین مرتبه مهمانی خاندان شما یعنی که شدن، از گپشان معلوم است که چندین مرتبه نان و نمک خورده ایم. سرودهایش رو به حد دوست میدونم، به جای فرزندام میدونم. دائما یک فرزندم وفات کرده است، دائما سرودهای ضیاءالدین رو گوش کرده، برای خود ملهم میشه، برای خود یک چی میگیرن، قوه نیرو میگیرن. اینجا گفته ایستادند که شمانده از مهربانمون درخواست کرده ایستادند که یک سرود شوختر سرایان من رقص کنم. گفتند خب کلمه از سرودها رو اینجا با صدای زنده نگفتن که کلام سرود یک شوخترش رو سرایت رقص کنم گفته ایستادند. یک جای میخونیم، یک سرود انتخاب میکنیم که شما میدونید. بر ملک دلم ای شوخ نگر، بر ملک دلم ای شوخ نگر، غیر از تو ندارم من یاری دیگر، غیر از تو ندارم من یاری دیگر.
سیمای عزیز جلوگر است سیمای عزیز جلوگر است اندر نظرم هر شام و سحر اندر نظرم هر شام و سحر ای زمین میگی ای سلامت باشه تشکر زیاد اینجا پیام های شنوندگانمون خیلی و خیلی زیاد است خب رانو السلام علیکم زیودین جان سلامت باشه پیشروی موفقیت شنونده دیگرمون صداقمون نوشتن با اکای زیودین برای موفقیت بخت اویلوی دائما تمنا میکنیم الهو راحت فرزندان رو بینن بسیار خرسند شدیم فرزندکانتون صاحب تخت و بخت شدن مبارک باشد اکا جان نوشتن سلامت باشید بیبی سورا نوشتن السلام علیکم زیودین جان برات همیشه که پیشروی میخوام البته با کنسرت میرم بله دوستان عزیز دیده کنسرت 8 مارت ساعت 17 در سیرکی دولتی باز هم بهترین ترانه ها زیباترین دلنشین ترین سرودها مخصوص برای شما از یادین نورزاد 8 مارت ساعت 17 در بینوی سیرکی دولتی خواهد شد و اینجا دیگر شمانده عزیز مهربانمون عبدالغفار نوشتن السلام علیکم زیودین جان تو رو از خوجند شهر گوش کرده ایستادیم البته با کنسرتت میرویم سلامت باشی گفتن تشکر زیاد خب عزیز ما نوشتن السلام علیکم زیودین جان مادرم بسیار تو رو دوست می داشتن ما رو هم همراهشون دایم با کنسرتت می بردن سلامت باشین مادرم گذشته رفتن تو رو به نهایت دوست می داشتن به نهایت نوشتن تشکر زیاد سلامت باشید برای مهر و محبتتون و دلچه ها رو گذاشتن خیلی خوشحال هستیم زندگیتون خوش باشد فرهاد جان السلام علیکم من تاکسیست هستم صدای زیودین رو گوش کرده ایستادم بسیار شاد شدم اینقدر خب چفته‌ها رو از کجا دسترس کنیم گفتن با کنسرت از بینوی سیرک در خود بینوی سیرک فروخته بله در اونجا فروخته میشه روزی کنسرت هم میتونید دوستان عزیز دیده همه خبر رفته هم دسترس کنید و اگر که حاضرتر گیرید بر وقتتر گیرید روزی کنسرت نمیتونن چون یگان بار چنین اتفاق نفتاده است که روزی کنسرت بلیت مونده باشد پیشکی بود میشد به همین خاطر اگر زودتر برن خوبتر است حرکت کنید گیلمان نشوید بعدا از زیودین دوستان عزیز دیده خب عنایت های نوشتن السلام علیکم زیودین جان برایت وقتی بلند سعادت روزگار آبادی زندگی رو تمنا میکنم هیچگاه خسته نباشی برنامه هایت رو هم دوست میدارم صدایت رو هم دوست میدارم سرودهای نوین باز میشود در کنسرت گفتن میشود زیاد نه مثل همه ساله موافقی درخواستی مخلصانه بله 2 یا 3 سرودی نو 4 سرودی نو شاید میشود آنجا چون فرصت خیلی کم بود هنوز از برنامه قبلی من 2 ماه انیق نگذشته است و من امکانی باز ترانه ثبت کردن نداشتم راستی لیکن به هر آیین به دستاویز نمیروم حتما یک نوگانی ها هست آنجا سلامت باشید خب دیگر شما از مهربانمون رخشانه نوشتن السلام علیکم میدونم اکای زیودین دلشون پر درد است ارمانهای زیاد دارند در قصه هایشون بسیار گوش کردگی هستیم قصه های نگفته هایشون رو باز در اینجا شنیدیم من با اکای زیودین برای موفقیت تمنا میکنم روزی زاد روزشون رو میگفتن و فکرم میگم تو فهمیدی گذشت الان گذشت همین ما نزدیک بود بابا جان 25 январи январ 25 январ بله январ حاضر هم آوردن که اگر تو نیت کرده باشه در کنسرت کرونا نشده است بله 25 январ مبارک باشد سلامت باشید و نهایت نیم عصر زندگی کردیدم قریب که نیم عصر خب نیم عصر به فکرتان برد زیاد شد یا باخت زیاد شد برد زیادتر بود لیکن باخت از همه دردناکترین این در گذشته مادرم بود یک باختی که میلیون برد دیگر رو زیر هم سایه سیاه خشت پنهان کرد لیکن شکر شما در مصاحبه هایتان میگوید که فقط مادرم یک چیز درخواست میکرد یا یک چیزی که دعوت میکرد من همون وقت دایما نه میگفتم میگم خیلی چی میکردم همون در وقتش گپی مادرم رو نمیگرفتم گفتید بسیار همین خیلی چیزها ممکن کتا لحظه هایی بود که همین خیلی گفتید لیکن اینقدر باز مهر و محبتی زیاد به مادر اینقدر یک فرزند شیرین ترین و نزدیکترین بین مثال 11 نفر و فرزند مثال 95 نفر 6 نفر فرزند خودی مادرتون باشن اگر چقدر برای مادر تو امروز میسوزید که یک لحظه هم فراموش کردن نمیتونه اصلا مادر کسی نیست که فراموشش کنی چگونه میشد که این نفری که تو رو به دنیا آورده است او رو به کنجی نه همون غم‌ها و دردها رو در نظر دارم یعنی که مثلا
فقط ارمان دارید. من برای مادرم کردن نتوانستم، همین چیزا نکردم، همین گپشون رو من گردوندم، برای همین گفته این چیزا همین چیزا رو در نظر داشت. چیزای خیلی یکم ساده می نماید به نظر دیگر کسی. یک روز یک نفر زیر یوتیوب کانالی من یک شهر کوتاه است که چی تمام مصیبت های دنیا سری تو بر است که اینقدر تو نقل میکنی. نه، این چیزا هست که مهربان در همه هست. این حالت های عادی و مقرری هستند که همه دارد، ولی گفتن نمیتواند، قدرت بیان کردن ندارد. میفهمید شما مرا؟ شما آزار ندیدید، اذیت ندیدید، در خانه رنج ندیدید، تاسکی از پدر نخوردید، گرسنگی نکشیدید، اجاره ننشستید، بودن این حالت ها. به پولی نکشیدید، کشیدید. لیکن اکنون یک چیز لازم است که همین ها رو بیرون براری. این هم هنر است، هنر میخواد همین ها رو نقل کردن. من میتوانم که از همه این چیزا صرف نظر بکنم، من میتوانم که دیگر از مادرم یاد نکنم تا روحش به آرامش برسد. لیکن یاد کردن خوب است. ما خاطر که شما مثلا اونقدر سالها که در بعضن از برنامه کنسرتی من باعث مجری بودید، راوی بودید، من فکر نمی کنم که چیزی برای خودتان نگرفته باشید. حتما گرفتید. آیا میخواهید یا نه؟ یک لحظه حرف من روی اعصاب شما تاثیر رساندگی هست. با خودتان گفتید که ای مهربان، این مردک در صحنه چی میگوید؟ چرا از غم بی مادریش مینالد؟ برای چی میگوید که من در حق مادرم این کارو کردن نتوانستم؟ تو با اونکه یک جسه پهلوانانه داری، مهربان، قد و قامتی رسا داری، مجری برنامه هستی، ژورنالیستی شناخته هستی، مردم به استقبال تو کف میکوبند، تو برای مادرت چی کردی؟ برای بیدارخوابی هایش، شاید برای عروست که مثلا یک لحظه دوست داشتی، آیا بار بوسه کردی نکردی؟ برای او غصه میخوری، درد میکشی. باور دارم روزی 8 مارس حتما یک نفری هست که یک گلدسته براش تقدیم میکنی، لیکن برای مادری رهدورت چی کرده میتونی؟ من فکر میکنم که این کار من بهتر است از آن که من مادرم را یاد نکنم. من میدونم که شما دوری از مادر شما را هم آزار میدهد. زندگی در شهر بزرگ آسان نیست برای یک نفری که از مضافات آمده است. شاید شما اجاره نشین هستید، شب تا سر دلتون میزند که همین لحظه یک نفر در میکوبد و میگوید که پول اجاره خانه من کو؟ شما با معاشتان زندگی میکنید. پس یک نفری در کار است که بعضا از خطاهای خیش را، اشتباههای خیش را در زندگی بگوید. وقتی که من میگویم به گوش شما میدرد یا نفری دیگر و میگوید که بیا من به مادرم زنگ زنم. این حالت ها زیاد در زندگی من رخ میدهد. به قریبی یک نفر زنگم زد، از روسیه، نامش رو فراموش کردم، گفت که التماس مادرم از من دلخور است، مرا نمیبخشد، فقط تنها تو را شاید گوش کند، تو را گوش، ترانه های تو را گوش میکند، شاید به حرفی تو گوش میدهد، التماس زنگ بزن. من اعتبار ندادم. یک روز از میان گذشت، روز دیگر خب همین سرکار بودم، عرفه محفل های دخترم بود، بعد جانم رو نوگی بینیم آورد. بعد من زنگ زدم به مادرش، هم سرود خواندم. من از یک زنی بیگانه التجا کردم که فرزندش رو ببخشد. بعداً پیامک اومد از همه جوان مرد که اکا جای برادر قیامتی هم باشی، من از زمین تا آسمان است میندار هستم، تا روز در دنیا زنده هستم من نفس میکشم، من دیگر مادرم را آزار نمیدهم. این چیز برای من لازم است. وگرنه این حرف و صداها خیلی زیاد است در زندگی. بابا جان از شما است، 1000 میلیون نفری که این لحظه شاید تا این رو شما رو شنید یا که من بعد میشنود. یک نفری در کار است که گوید که ای مهربان چشمانت رو باز کن، سال رفت، وقت رفت، مادرت رهنگران توست، مادرت 8 مارس یک زنگ تلفنی تو رو انتظار است. این مرد گریه دارد یا کی؟ چه خیلی شد وزیر زیاد یا شاید من احساسی شدم. نه گپایتون راست، من از زندگی میگیرم. من میخوام که مادر شما سلامت باشن و تشکر از مادری که چون یک فرزند خوب رو، من نمیگم دانشمند، بزرگ، صاحب استعداد، فوق‌العاده نه، بچه خوب. تشکر خاله برای اینکه یک بچه خوب رو به دنیا آوردید. انسان رو درک میکند، با ظرافت است، در بسیار جا از من حمایت میکند، من شاهد بودم
و من با جوانمردی شما هم تن دادم وقتی که یک نفر در فیسبوک به من بیهوده ایراد گرفت. شاید شما از اولین و آخرین های بودید در شمار دوستای مجازی و باز غیر مجازی که دفاع کردید. من تشکر میکنم. خاله تشکر برای مهربان، برای قد و قامتش. و شنونده های عزیز، وقتی که من می اومدم رهگم زدم مهربان بازی کار میکنید که از همینجا میپرم میرم. شما ببین تفاوتی راه از کجاست تا به کجا. و اینقدر گفتید من نپریدم کو. پس همین قدر نپریده پیش مادرم. پیش مادرتون روید. برای چی نمیروید؟ من از رابریتی رادیو بانفوز التماس میکنم، خواهش میکنم که یک رخصتی با مزد. نه من از دیگه دیدم باز هم خیلی گفت زدید که خیلی آوازی پریده رو هم دوتون نگرفته. نگاه کنم. بدونید برای من محیط شما خیلی پسند افتاد. این محیط خیلی محیط سازگار است، محیط سازنده است، محیطی که طبع آدم رو بالیده میکند. وقتی که با پس نگاه میکنی و پس نگاه میکند آدم خیلی خوشحال میشود. زندگی پس ما ادامه دارد. ببینید اینجا ما از غم حرف میزنیم، از درد حرف میزنیم، از دوره و هجران مادر و یک پسر، لیکن زندگی ادامه دارد. پس از چند لحظه دیگر در همین کوچه باز مادرها پیدا میشن، مادرهایی که خلعت نارنجی دارن در بر. شاید اگر همینجا باشه صدای خشخشی جاربش رو میشنوید. بله درست. و زندگی هست اونجا. و من اصلا بیرون شما رو شناختم. مکانتون خوب است. وقتی که اومدن زیادین از همون پایان دست برداشتن. مهربان. خیلی دوستاتون می‌داریم باور کنید. سخنتون اصل است، شکرین است در حقیقت. بعد در انجام برای جمله مادرانه که عزیزی خود میدونند شما رو و برای مادری من هم که مخلصی عزیز شما هستند، اینقدر دوستتون می‌دارند، پیوسته صورتایتون رو گوش میکنند. یک ترانه مادر رو بخونیم، بعدا همینجا 3 نقطه میگذاریم زیادین جان. باقی در کنسرت میبینیم و بعد کنسرت هم صحبت های شیرین ما ادامه می‌یابد. با شما صحبت کنیم اگر تمام نمیشود. خب برنامه ما کی بود؟ برنامه کنسرتی ما یادتون نرفته است؟ بله 8 مارت با افتخار روز مادر رسا ساعت 17 در بینوی سیرک دولتی در پایتخت کشورمون کنسرت زیاویدین جان نورزاد است. البته همه کس میرویم، میزان دل دیدار رقص میکنیم، شادی میکنیم، خرسندی میکنیم و باز هم بهار را روزی مادر رو یک جای استقبال میگیریم. باور دارم که بهترین کنسرت میشود تا امروز دویم بهترین شده است و باز رنگین تر و زیباتر میشود. ساعت 17 بینوی سیرک دولتی پایتخت کشور، ترانه های زیاویدین نورزاد. خب انسان رفتیم. ای اوچه جان غنیمتی هر لحظه، غم ها تدرف کردم و بستم درزه. آچم گم بند دلم میلرزده، آچم به همه گنج جهان میارزه. ای آچم به همه گنج جهان میارزه. ترکی سرم مثال چوبی تر سوخت، جان و جیگرم برای یک مادر سوخت. غمهای دل ما در آب جو سر دادم، وای سنگای لبی جویبار سر تا سر سوخت. سنگای لبی جویبار سر تا سر سوخت. مادر تو مهربانی، مادر شیرین زبانی، یکتای این جهانی. مادر مهربان، مادر مادر تو مهربانی، مادر شیرین زبانی، یکتای این جهانی. مادر 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 مادر. اکنون 3 نقطه. مادر جان ها زنده باشه. تشکری زیاد. امروز عزیزی دلی دیده ما انسانی بهترین، خیلی که خودشون گفتن ایزون پیش از همه
انسانی خوب بودن آسان نیست، ولیکن در حقیقت انسانی خوب هستند و مهمتر از همه در کنج قلب هر یک از مخلصان و اهل تاجیکستان جای دارند. حتی صنعت ضیاءالدین سرحدها را عبور کرده است، از تمام گوشه و کنار دوستارش هستند و دائما در محفل هایشان خواه ازبکستان باشد، خواه تاجیکستان است، خواه دیگر و دیگر جایها، هر کجا تاجیک است صدای ضیاءالدین را میشنوند و گوش میکنند و دوست میدارند. باقی شما رو در کنسرت ضیاءالدین جان انتظار میمونیم ساعت 5 در کاخ سرک دولتی روز 8 مارس ایزانی دل دیده. در اونجا با صحبتی ما، رقص شادی های ما ادامه مییابد. ضیاءالدین جان خوش آمدید. اکوی عزیز و بهترین من زنده باشید. و اجازه است مرحمت چرانه ساعت زیاد صحبت کردیم. بله باور کنید این ساعت چقدر گذشت. میدونید ما قریب 2.5 ساعت صحبت کردیم، نه چقدر گذشت نمیدونم و من هم نفهمیدم. فکر کردم حالا دوام میکنن. خیال کردم همگی نیم ساعت صحبت داشتیم و اینجا حالات خیلی زیاد بودن. حالات بود که من سری احساس بودم، حالات بود که حرف خطا گفتم یا حرف بی معنا گفتم. من از شما از همه شنونده‌ها معذرت میخوام. نمیدونم انسان ها اصلا وقتی صحبت با احساسات داده میشن و گاه کنترل خیش رو از دست میدن، به این خاطر اصلا معذرت. اگر حرف از من خطا رفت عذر و از شما تشکر، جهانی سپاس برای دعوت و من از صحبت خیلی خوشحال شدم. راستی اول آمدن نمیخواستم، لیکن خوب شد که آمدم. من بعد زود میایم. حال و هوایتان خوب است و این بینای خوب رو من به شما تبریک میگویم و رادیو رو من دوست میدارم. رادیو تاجیکستان خانه دومی من است، ولی میخوام که در همان گوشه که رادیو تاجیکستان خیلی یک اتاق داشته باشم در لبکه امیت رضا خوب کنید. خیلی زیبا است. یعنی تاجیکستان من آباد باشد، صلح باشد در تاجیکستان، سازندگی باشد، آبادکاری باشد. زنده باشد. دوستتان می‌دارم. انسانی دوست داشتنی هستید، هنرمند هستید که هیچ کس بد نمی‌بیند. فکر می‌کنم که هیچ کس بد نمی‌بیند، همه دوست می‌دارد. من هوس می‌کنم از این جهت. یک نفر بد می‌بیند، ایوان واسیلویچ، و یک نفر در کامنتاری من زیر یک سرودی من کامنتاری نوشته است. باز نامش می‌دونید چی؟ ایوان واسیلویچ. آخر ایوان واسیلویچ تو با ترانه من چیکار داری؟ آخر روز چی ارتباط داشته میتواند؟ تو یک آوازخوانی ماتم سرا هستی و از موری خنک دودی خنک. اگر نفورید گوش نکن، اگر مقبول است گوش کن. من اول جواب ندادم، لیکن چند ساعت از میان گذشت بعد نوشتم که زیق نشو ایوانوشکا، در ماتم تو هم میخونم. سلامت باشید. احسن به حاضر جوابیتون ما خویلم. من باید دوستان زیدی دیده ضیاءالدین هر یک سخنشان، هر یک حکایه، من با شوخی میگن یا با جدی میگن یا با طرز جدی میگن، همش آموزنده است، یک درس است. ما تنها و تنها از ضیاءالدین سخنهای نیکشان را، یک حیات زیبا را، از سرودهایشان یک معنیهای زیبا را گل شیرین میچینیم و میچشیم و راحت میبریم و راه زندگی خود را اگر که دریافتیم. پس موافقت ضیاءالدین، خوشنودی ضیاءالدین فکر میکنم که در همین است. سلامت باشید. تا دیدار دیگر. 3 نقطه همینجا با شما خیر خوش میکنیم.